یه قطره آب به تنهایی چیزی نیست، ولی اگه هر روز دقیقاً همون ساعت همون نقطه از سنگ رو خیس کنه، بعد از یه مدت سنگ رو میشکافه. نه با قدرت، بلکه با استمرار. زندگی ما هم همینه. عادتهای کوچیک همون قطره‌های بی‌صدان که سرنوشت ما رو شکل میدن. جیمز کلیر میگه شما تا سطح سیستم هاتون رشد میکنید، نه تا سطح اهدافتون. یعنی هدف داشتن خوبه، ولی عادتهای روزمره‌تن که واقعا تعیین میکنن کی میشی. یه لیوان نوشابه هر روز یا یه لیوان آب. ورزش 5 دقیقه هر روز یا نشستن روی مبل. فرق بزرگی نمیکنه همون لحظه، ولی بعد از 100 روز دنیاها فرق دارن. فرض کن هر روز فقط 1% بهتر شی. 1% پیشرفت شاید کوچیک باشه، ولی اگه هر روز ادامش بدی، تو آخر 1 سال حدود 37 برابر بهتر میشی. حالا برعکسش هم در نظر بگیر، هر روز فقط 1% بدتر بشی. بعد از 1 سال تقریبا به 0 میرسی. این یعنی عادتهای کوچیک مثل قطب نماان، جهت زندگی رو مشخص میکنن، حتی اگه اولش مسیر دور به نظر بیاد. حالا چرا شروع‌های کوچیک مهمن؟ چون آدما معمولا دنبال تغییر بزرگ و سریعن، ولی مغز ما از تغییر شدید میترسه، سریع خسته میشه. اما اگه بهش بگی فقط 2 دقیقه پیاده روی، مقاومت نمیکنه. همین شروع کوچیک راهو برای تغییر بزرگ باز میکنه. جیمز کلیر بهش میگه قانون 2 دقیقه. هر عادت رو اینطوری شروع کن که نتونی بهونه بیاری. مثلا به جای کتاب خوندن 1 ساعت بگو فقط 1 صفحه میخونم. برای ساختن عادت فقط انگیزه کافی نیست. ساختار میخوای، سیستم میخوای. جیمز کلیر 4 تا مرحله پیشنهاد میده. اولین مرحله سرنخ. مثلا دیدن مسواک باعث بشه یاد نخ دندون بیفتی. مرحله دوم اشتیاقه. بدونی چرا این کار برات مهمه. مرحله سوم پاسخه. کارو آسون و سریع بکنی. و مرحله چهارم پاداش. حس خوبی که بعدش میگیری رو تقویت کنی. و نکته طلایی، عادت خوب رو آسون کن، عادت بد رو سخت. اگه میخوای کمتر گوشی دست بگیری، بذارش تو کشو. اگه میخوای بیشتر کتاب بخونی، بذارش رو بالش. یه نفر هر روز فقط 1 خط نوشت. اولش خنده‌دار بود، ولی بعد از 6 ماه یه کتاب نوشته بود. یکی دیگه فقط با 2 دقیقه پیاده روی شروع کرد. الان دونده ماراتونه. این یعنی چی؟ یعنی همون قانون دومینو. یه حرکت کوچیک اگه درست چیده شده باشه، میتونه دومینوهای بزرگتری رو هول بده. عادتهای کوچیک به مرور به نتایج بزرگ منجر میشن، نه به خاطر شدتشون، بلکه چون پشت سر هم میافتن. هر روز فقط یه قدم کوچیک و یه دفعه میبینی کلی راه اومدی بدون اینکه حتی متوجه بشی. امروز فقط یکی از این عادتهای کوچیک رو انتخاب کن. پیاده روی 2 دقیقه، 1 صفحه کتاب، 1 لیوان آب. به خودت بگو همین کافیه. چون مهمترین بخش عادت شروع کردنه. حالا نوبت توه. کدوم عادت کوچیک رو از امروز شروع میکنی؟ تو کامنت ها بنویس تا با هم رشد بکنیم. اگه میخوای هر هفته یه قدم کوچیک به خود بهترت نزدیکتر شی، کانال رو سابسکرایب کن.